درود بر دوستان، درود بر همه. من وقتم کمه و متاسفانه کسی هم داخل لایو نیست. خب بدون وقفه بریم سر آموزش. حالا سعی میکنم این لایو رو ذخیره کنم اگه نپره، چون وقت زیاد نیست. دوستان برای ابطال سحر خیلی به من پیام داده بودن. مسدود کردن. خب گزارش نظر. هرزنا، ارعاب یا آزار و اذیت. خب این سگ پدرم بلاک کردیم رفت. خب افراد خیلی زیادی هی به من پیام میدن، میگن ابطال بذار، ابطال بذار، ابطال بذار. من یه نسخه مایی واسهتون قرار دادم که استفاده کنید. نسخه های اصلی و من قرار نمیدم، ولی این نسخه هم نسخه خوبیه و میتونید انجامش بدید. در هر روز و در هر ساعتی اسراف و تحسین رو انجام میدید. اینو با حبر روحانی، گلاب و زعفران پررنگ 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 روی کاغذی سفید بدون خط می نویسید و تا نمی کنید داخل آب میذارید حل بشه. اما وقتی اینجا نوشتید این طلسم رو، این زیر اسم خودتون، مادرتون رو به صورت حروف جدا جدا می نویسید. مثلا اسم شما علی، اسم مادرتون مثلا آسیه هست، به این شکل می نویسید علی. لفظ ابن یا بنت رو نمی نویسید، علی آسیه، به این شکل. به صورت حروف جدا جدا. یعنی مثلا اسمتون علیه، بعد اینکه اینو نوشتید اینجا به صورت حروف جدا جدا اسم خودتون، مادرتون رو بدون لفظ ابن یا بنت می نویسید علی آسیه. به عنوان مثال تا نمی کنید، بخورش میدید به هر چیز خوشبو. بخور خاصی نمیخواد، هر چیز خوشبو میشه. میذارید داخل آب تا 24 ساعت و هر روز از این آب می نوشید تا 3 روز یا تا 7 روز و در سر تا سر منزل این آب رو می پاشید. خودتون تغییرات رو حس خواهید کرد و ممکنه حالتون خراب بشه حین خوردن این آب. دستور مجربه، میتونید تستش کنید، نتیجهش هم بگید. یادداشتش کنید. حالا من اینو سعی میکنم ذخیره کنم این لایو رو. اگه ذخیره شد که چه بهتر، اگرم نشد که اینترنت انقدر ضعیفه که عمرن این آپلود بشه، عمرن. یا بدو. خب اینم دعانویس ظاهرا.
من دعانویس داخل پیج راه نمیدم. این شخصم باید اخراج بشه به اسم یابدوح 55، چون من دعانویس داخل پیج اجازه نمیدم بمونه. احتمالاً هم دعانویسه. یابدوح 55. خب اخراج میشه این شخص. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. وقت کمه. خدا نگهدار. بذار ببینم ذخیره میشه. چجوری باید اینو ذخیره کنیم این لایو رو؟